جمهوری قرقیزستان. جمهوری قرقیزستان یکی از کشورهای ترک زبان آسیای مرکزی به حساب می رود. این کشور نخستین بار در دوره اتحاد شوروی نام خود را گرفته همچون جمهوری شوروی سوسیالیستی قرقیزستان در هیئت اتحاد شوروی تشکیل می یابد. جمهوری قرقیزستان امروز جمهوری پارلمانی پرزیدنتی می باشد. این کشور با 4 کشور هممرز است: با تاجیکستان در جنوب، با قزاقستان در شمال، با ازبکستان در غرب و با چین در شرق. کشور نام برده بعد از فروپاشی اتحاد شوروی 31 آگوست سال 1991 استقلالیت کامل خود را به دست می آورد و آن امروز از 7 ولایت عبارت است. پایتختش بشکک. کشور قرقیزستان کشور کوهستانی آسیای مرکزی بوده زیاده از 90% آن کوهستان است. مساحت جمهوری قرقیزستان 199,000 کیلومتر را در بر می‌گیرد. واحد پولی آنها سام است.